خب سلام، خیلی خوشحالم به این ویدیو. توی این ویدیو قراره یه پروژه مدیریت حساب بانکی درست کنیم با جاوا اسکریپت و مای اسکیول. خب ما یه سری پیش نیازها داریم برای این پروژه. یکی از پیش نیازها نود جی اس که اونو از اینترنت و سایت خود نود جی اس باید دانلود و نصبش کنیم. و دیگری زمپه که برای مای اسکیول از اون استفاده میکنیم. خب من الان دانلود و نصبشون دارم، زمپ رو سرچش میکنم و میارمش بالا. خب بعد از نصب کردن زمپ باید تیک آپاچی، استارت آپاچی و دکمه استارت مای اسکیول رو بزنیم و این بخش مای اسکیول رو ادمینش رو کلیک کنیم که وارد PHP مای ادمین اون بشه و اینجا جاییه که ما یه مای اسکیول از بخش اسکیول کد می نویسیم و یه مای اسکیول برای و یه دیتابیس برای خودمون درست میکنیم. خب برای درست کردن دیتابیس کدایی که باید بزنیم create database به اسم، یعنی دیتابیسی درست کن به اسم بانک سیستم. خب این خط بعدی بگیم که use استفاده کن از بانک سیستم، استفاده کن از بانک سیستم. اینجا یه چی بزنیم، استفاده کن از بانک سیستم و اینجا یه جدول باید بسازیم. باید چه می‌نویسیم create table به اسم چه پارسش میکنم accounts. خب که توی اون یه سری تیبل ما داریم، توی اون یه سری ستون ما داریم. ستون اول آیدی که همون یه جورایی مثلا شماره حسابمون میشه، اینجا اینتیجر باشه نوع داده ایش و اتو باشه، یعنی عددا رو خودش یکی اضافه کنه و خودش به صورت خودکار بنویسه، یعنی مثلا یک بعدش خودش بنویسه 2 3 4 5 همینجوری بنویسه خودش و کلید اصلیمون باشه پرایمری کی باشه. خب ستون بعدیمون نیم، اسمش نیم باشه و ورچرش فکر کنم کاراکتر این میشه، کاراکترش 100 تا باشه فوقش نهایتش و نال نتونه باشه، نات نال باشه، یعنی خالی نمیتونه باشه، حتما باید یه چیزی توش باشه و همین. ستون بعدیمونم میشه بالانس که همون مبلغ و همون مقداری که داریم توشه، مثلا همون میشه نوع داده ایش میشه دسیمال و 15 و 2 تا. خب و این هم خالی نمیتونه باشه، ناتناله و دیفالتش صفر، یعنی به صورت دیفالت صفر باشه.
اگه بهش یه همچین مقداری ندیم 0 باشه. خب اینجا اینو ببندیم و از این بخش گو اینو استارتش میکنیم و وارد سیستم ایجاد شد و اگه بریم توش میبینیم یه جدول هم داریم، جدول اکانت که توش 3 تا ستون داریم، ستون آیدی و نیم و بانات همونجور که مونده نوشتیم. و الان دیگه فکر نکنم کاری با این داشته باشه، فعلا اینو میبندیم اینطوری. خب حالا ما اینجا باید یه سری چیزا رو دانلود کنیم. اینجا یه پوشه میسازیم، پوشه یه نیو فولدر سیستم. خب میایم توی اینجا cmd رو می نویسیم که توی این مسیر cmd رو باز کنه برای ما. خب و کدایی که باید بزنیم یه دونه npm init -y. این برامون یه فایل package.json میسازه که اطلاعات اون فایل و پوشه و اینامون، اطلاعات پروژهمون توی اون قرار میگیره. خب صبر میکنیم تا این ساخته بشه. خب ساخته شد. حالا یکی دیگه هم میخوایم npm install SQL MySQL 2 و readline sync. خب اینا برای چیه؟ اینو بزنم باید اینجا به اینترنت حتما وصل بشه که اینا رو دانلود کنم و نصب کنه. این برای اینه که MySQL 2 که زبان MySQL برای ما اینجا نصب بشه که بتونیم ازش استفاده کنیم، کتابخونه‌اش نصب بشه و کتابخونه readline sync هم که برای دریافت ورودی‌های کاربره برای ما اینجا نصب بشه. خب نصب شد برای ما همونطور که می‌بینیم. خب دیگه با اینجا کاری نداریم. اینجا دوباره میایم cmd رو می‌نویسیم و کد فاصله نقطه رو میزنیم که وارد فضای کد نویسیمون بشیم. VS کدمون اینجا باز میشه. خب اینجا نیو فایل رو میزنیم، یه فایل جدید به اسم bank.js میسازیم. خب حالا اینجا این فایل جاوا اسکریپتمونه. توی این فایل جاوا اسکریپتمون اولین چیزی که باید بنویسیم یه متغیر می‌نویسیم const mysql که مساویش میکنیم با require mysql 2. خب اینجا ما چیکار کردیم؟ اینجا ما یه متغیر به اسم mysql درست کردیم که توی اون mysql 2 رو، کتابخونه mysql 2 رو فراخونی کرده. خب این یعنی چی؟ یعنی ما دیگه هر وقت نیاز داشته mysql رو فراخونی کنیم با mysql کدی بنویسیم، دیگه نیاز نیست بنویسیم mysql 2، فقط بنویسیم mysql همون کافیه.
یه کانست دیگه هم برای چی میسازیم؟ برای رید لاینمون رید لاین مساویش میکنیم با ریکوایر رید لاین سینک. خب این هم دقیقا مثل همونه، دید لازم نیست بنویسیم رید لاین سینک، هر جا لازم داشتیم می‌نویسیم رید لاین. اینجا یه سری اتصالات به دیتابیس رو باید درست کنیم که هنوز درستش نکردیم، حواسم نبود. یه کانست DB که مخفف همون دیتابیس همون میشه، میگیم که MySQL از متد create پولش استفاده میکنیم. create پول خب و یه سری چیزا رو تنظیم میکنیم. من اول کد نویسی میکنم، بعدش براتون توضیح بدم در کد یعنی چی. خب اینجا داریم یه اتصال به دیتابیس ما درست میکنیم. خب MySQL.create pool یعنی داریم یک پول یا همون مجموعه اتصالات برای ارتباط با دیتابیس اون میسازیم. این به ما این امکان رو میده که همزمان چند اتصال به دیتابیس داشته باشیم و اگه یکی شروع بود اتصال دیگه جایگزین بشه. خب هاست مساوی با لوکال هاستمون اینجا یعنی سرور دیتابیسمون رو همون دستگاه خودمون داره اجرا میشه. یوزرمون که مساوی با روت شده اینجا، این یعنی این که نام کاربری MySQL روته که معمولا توی زمپ هم همین روت میشه. خب پسوردمون که هیچی نذاشتیم برای اینه که رمز عبور اینجا هیچ رمز عبور اینجا هیچی تعیین نشده. چرا؟ چون توی زمپ معمولا هیچی نمیذارن اینجا. خب دیتابیسمون هم این نام دیتابیسیه که تو phpMyAdmin اینو ساختیم. خب wait for connection یعنی اتصالات منتظر میمونن تا وقتی به دیتابیس وصل بشن. کانکشن لیمیت 0 یعنی هیچ محدودیتی نداریم برای اینکه کانکت بشیم به یعنی هیچ محدودیتی نداریم برای اینکه وصل بشیم به برای وصل شدن برای اتصال هیچ محدودیتی نداریم. کوای لیمیت 0 هم یعنی هیچ محدودیتی برای صفحه اتصالات وجود نداره برامون. اینجا هم پرامیس که استفاده کردیم این برای اینکه با استفاده از اسینک و اویت بتونیم به صورت ساده و غیر همزمان با دیتابیس کار کنیم.
خب حالا میریم سراغ فانکشن اولمون. خب برای توضیح این بخش برای چیه؟ این تابع وظیفه ایجاد حساب جدید رو بر عهده داره. اول از همه readline question. این readline question از کاربر میپرسیم اسم صاحب حساب چیه با این readline question و چیزی که کاربر تایپ میکنه و به ما تحویل میده میشه اسم اون اکانت. بعدش توی این خط مبلغ اولیه حساب رو میگیم که وارد کنه و اینجا با استفاده از پارس فلوت اون رو به عدد تبدیلش میکنیم. سعی میکنیم اون رو عدد تبدیل کنیم. اگه عدد منفی یا غیر عدد بود به کاربر پیام خطا میدیم پارس فلوت. خب بعدش یه شرط گذاشتیم، گفتیم که اگه این مقدار اولیه‌ای که کاربر وارد کرد یه عدد نبود یا این مقدار اولیه‌ای که وارد شده بود از 0 کمتر بود یا برابر با 0 یا از 0 کمتر بود، بیا این چیز رو بهش به کاربر نمایش بده. توی کنسول لاگ بگیر این ولی یعنی این مقدار وارد شده قابل قبول نیست همه چیزی و اینو ریترنش میگیره، یعنی اجراش میکنه. خب اگه مشکلی نداشت و عدد بود میاد اینجا مینویسه اویتش میکنه، میگه که دیبی کوئری بهش میده که اینجا با دیبی کوئری وارد دیتابیس میشیم و اطلاعات رو وارد جدول اکانت میکنیم.
اینجا نوشیم insert into account name و بالانسش رو و میگیره و وارد میکنه. من یه ذره سعی میکنم سریعتر کارا رو پیش ببرم که ویدیو زمانش خیلی نشه. خب اگه همه چیز خوب پیش بره به کاربر پیام میدیم که حساب ساخته شده اینجا توی این خط. اگه نه، اگه به ارور بر بخوره، در صورت وقوع ارور و اینا این کچ ارور رو میگیریم با این کچ و به کاربر اینجا نمایشش میده تو کنسول ارور. خب بریم برای تابع بعدی که تابع گرفتن اطلاعات. من شروع میکنم کدنویسیشو میکنم و بعدش یه سری توضیحاتی بهش میدم دربارش. خب این تابع نشون میده که اطلاعات حساب ما چیه. اطلاعات حساب این که حسابی که دنبالش میگردیم، حسابی که دنبالشیم و اطلاعاتش رو نمایش میده. اول از کاربر میخوایم اینجا که اسم صاحب حساب رو وارد کنه. خب بعدش با استفاده از دیبی کوئری به دیتابیس وصل میشیم و به دیتابیس کوئری میزنیم که بگرده دنبال اکانت هایی که اسمشون اون چیزیه که کاربر اینجا وارد کرده. اگه حساب پیدا نشد اگه حسابی پیدا نشد پیغام میدیم که هیچ حسابی با این اسم پیدا نکرده. خب اگه حساب پیدا بشه می نویسیم که اینجا اسمش می نویسیم و چیزی که پیدا شده و اینجا هم موجودیشو می نویسیم به دور که اسم و موجودی حساب رو نشون میده. در صورت خطا رو به کاربر خطا رو میگیریم و تو یه پیام به کاربر اینجا خطا رو نشون میده. خب بریم برای بخش بعدی.
خب این تابع مربوط به واریز پول به حسابه که پولی به حساب میریزی، از کاربر اسم حساب و مبلغ واریزی رو میگیری. اینجا از کاربر اسم حساب رو میخوایم و اینجا هم مبلغ واریزی. بعدش میایم اینجا چک میکنیم که آیا اصلا عدد هست یا نه، یا اگه عدده کوچکتر مساوی صفر نباید باشه، یعنی بالای 1 باید باشه. خب اگه اینجوری باشه مینویسه که دیپوزیت نمیشه انجام بدی، یعنی چیزا نمیشه اضافه کردن مبلغ رو نمیتونی واریز کنی، مثلا وجود نداره یا یه همچین چیزایی. بعد با دیبی کوئری اینجا با دیبی کوئری موجودی حساب رو به مبلغ واریز میکنیم. اینجا اگه یه همچین حسابی وجود داشت اینو واریز میکنیم. حالا اگه این حساب وجود نداشت اصلا، اینجا میاد میگه که اکانت اصلا پیدا نشده، یه همچین اکانتی پیدا نشده، حساب وجود نداره، مثلا یه همچین حسابی اصلا وجود نداره. و در غیر این صورت میگیم که واریز موفقیت آمیز بود و مبلغ مورد نظر به حساب واریز شد. در صورت خطا هم خطا نشون داده میشه به کاربر. خب بریم سراغ بعدیش.
خب این تابع برای برداشت پول از حسابه. از کاربر اسم و مبلغ برداشت رو میگیریم، اسم و اینجا هم مبلغ برداشته. بعد بررسی میکنی که مبلغ وارد شده صحیحه. اینجا میبینیم که آیا واقعا صحیحه یا کاربر اشتباه وارد کرده مبلغ. بعدش با دیوی کوئری موجودی حساب کاربر رو چک میکنیم. اگه حساب پیدا نشه به کاربر میگیم حساب وجود نداره. بعد بررسی میکنیم ببینیم که موجودی حساب برای برداشت کافی هست یا نه. اینجا بررسی میکنیم ببینیم موجودی حساب برای برداشت کافی هست یا نه. و اگه موجودی کافی نبود اینجا خطا میزنیم. و اگه اینجوری نبود و خطا نمیخواست بده و درست بودن چی، مبلغ رو از حساب کاربر کم میکنیم و اینجا مبلغ رو از حساب کاربر کم میکنیم. و در غیر این صورت هم اگه هر اروری بده اون ارور رو اینجا متن ارور رو اینجا نمایشش میده کاربر. خب بریم سراغ تابع بعدی. خب این تابع برای حذف حسابه. از کاربر اسم صاحب حساب رو میگیره. بعدش با دیوی کوئری حساب رو از دیتابیس حذف میکنه. اگه حساب پیدا نشه به کاربر میگیم که حساب پیدا نشد، یعنی حسابی وجود نداره یا حساب پیدا نشد. اگه حساب پیدا نشه، در غیر این صورت اگه حساب پیدا بشه برای کاربر نشون میدیم که حساب با فلان اسم حذف شد. و اگه هم یه ارور بده اون متن اون ارور رو به کاربر نمایش میده.
خب اینم بخش آخرش که مین منوه. از سینک فانکشن مین منو اینجا یه تابع غیر همزمان تعریف کردیم که از سینک و اینا که نقش منوی اصلی رو داره، چون این توابع اسینک دیگه رو صدا میزنه. باید اسینک باشه تا بتونه اویت استفاده کنه، از اویت استفاده کنه. خب دیگه ویل تورو که اینجا نوشتیم این یه حلقه بی نهایته که باعث میشه منو تا وقتی که کاربر گزینه یک رو انتخاب نکرده بارها و بارها نمایش داده بشه. کنسولارا اینا یه سری کنسولار اینجا داریم که گزینه‌های مختلف منو رو نمایش میدن. کانست چویس ریدلاین دات کوئسشن این خط از کاربر میپرسیم که کدوم گزینه رو انتخاب بکنه تو این خط. و اینجا توی سویچ چویسز اینجا با استفاده از سویچ کیس انتخاب کاربر رو بررسی میکنیم و بسته به عددی که وارد کرده تابع مناسب رو صدا میزنیم. اگر کاربر یک رو انتخاب کرد تابع کریت اکانت رو اجرا میکنیم و یه حساب جدید میسازیم و به همین ترتیب تا ته میره که اگه مثلا اینجا تابع 6 رو انتخاب کرد یه پیام نمایش میدیم که برنامه در حال خروجه و بعدش اینجا پروسس دات اگزیت 0 رو صدا میزنه که باعث میشه برنامه بسته بشه. این تهش هم دیفالت مساوی با کانسولاگ اینوالید سلکشن. اگه عدد غیر از 1 تا 6 وارد کنه کاربر بهش میگیم که انتخابش نامعتبر. و این آخرم باید حواسم نبود، این آخرم این تابع رو صداش میزنیم و فراخوانیش میکنیم. مین منو اینو هم میبریم. خب همین برنامه ما کلا این بود، فقط میمونه اجراش. خب برای اجرای این برنامه اینجا cmd رو باز میکنیم. cmd نود فاصله find.js اینجا می‌نویسیم. بله برنامه‌مون همونجور که می‌بینید باشه. الان اگه یک رو بزنیم یه اسم از اون میخواد، می‌نویسیم مثلا تاها، یه مقدار هم میخواد، مقدار اولیه می‌نویسیم 100 تا. خب اکانت برای تاها ساخته شد با مقدار اولیه با مقدار 100 تا $100. خب دو رو اگه بزنیم اکانتمون رو نشون میده، میگه اسم اکانت تو بنویسیم تاها. میگه که اسمش تاها، مقدارش هم $100. خب 3 رو اگه بزنیم میتونیم مبلغ اضافه کنیم به تاها و مبلغی که میخوایم اضافه کنیم مثلا 50 اضافه میکنیم. 50 تا اضافه شد به تاها. خب الان اگه مثلا دوباره دور بزنیم یه اسم بنویس تاها، الان 150 تا داریم، یعنی 50 تا اضافه شده. خب الان اگه 4 رو بزنیم میتونیم مبلغ یه مقداری برداشت کنیم. میگیم که ما میخوایم از تاها 50 تا
برداریم. 50 تا برداشت هست. اگه هم اینجا بخوایم 5 رو بزنیم و اکانت رو پاک کنیم، اینجا کدوم اکانت؟ این تاها برامون پاک شه. اکانت 6 رو هم که اگه بزنیم برنامه خارج میشه. خب تو پروژه ما خیلی ممنون که تا انتها نگاه کردین. با اجازه.